12 نوامبر در روز سیوم و نهایی چمپیونات جهان اوید به سامبو در شهر توشکند ازبکستان تبریشو پرپیشویف در مسابقات سامبو رزمی در وزن 79 کیلو با گرفتن جای سیوم و مدال برنجی سزاوار شد. پرپیشویف در نیم فینال از ورزشگر تیم میزبان فرقت روزیف مغلوب گردید. به این ترتیب تیم منتخب سامبو تاجیکستان از چمپیونات جهان با 3 مدال، 1 طلا، 1 نقره، 1 برنجی برگشت. یادآور میشویم چمپیون ها $4000، برندگان مدال نقره $3000 و برندگان مدال برنجی $2000 جایزه گرفتند. طوری قبلا خبر دادیم روز 12 نوامبر در روز اول رقابت ها در سامبوی ورزشی اکمالدین کریموف در وزن تا 58 کیلوگرم با گرفتن مدال طلا و خوشقدم خسروف 64 کیلوگرم با گرفتن مدال نقره مشرف شدند. اکمالدین کریموف پنجمین پهلوان تاجیک است که بعد سال 1991 در کشتی سامبو صاحب عنوان چمپیون جهان شدند. سال 2005 سیرالدین اکراموف، سال 2009 ایرج رحیموف در سامبو رزمی، سال 2017 بیروز خواجه‌زاده و سال 2018 خوشقدم خسروف در سامبو ورزشی چمپیون جهان شده بودند. سال 1974 سیمومین رحیموف به نمایندگی از SSSR صاحب عنوان قهرمان جهان شده بود. بنا به اطلاع سامانه کمیته ملی المپی تاجیکستان، پهلوانان تاجیک از سال 1993 در چمپیونات جهان اشتراک میکنند و تا امروز 48 مدال، 5 طلا، 16 نقره، 27 برنجی به دست آوردند. تاجیکستان را در چمپیونات جهان 13 ورزشگر نمایندگی میکردند. از تاجیکستان برای اشتراک در این چمپیونات 14 نفر نامنوی شده بود، ولی باباخان میرزازاده را که میبایست در وزن تا 58 کیلو در مسابقات سامبو رزمی رقابت کند یک روز قبل از سفر تاشکند ابلاغ کرده به خدمت حربی بردند.